سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام راجع به یکی دیگه از مجموعه گیف های تلگرام به نام تجارت صحبت کنم. بدون معطلی ویدیو رو شروع میکنیم. مجموعه گیف های تجارت هم یکی دیگه از ترندهای تلگرامی هستند که پارسال رواج یافتن و مجموعه گیف های باحالی هم هستن. انصافا ساختار این گیف ها عمدتاً شامل تیکه های از سریال بریکینگ بد روی حالا پس زمینه ماینکرافته. شما حتی میتونید با سرچ کردن عبارت بریکینگ بد ماینکرافت بک‌گراند خام این گیف ها رو پیدا کنید. اولین گیفی که از مجموعه گیف های تجارت منتشر شد یه گیفی بود که توی اون والتر و جسی داشتن با هم صحبت میکردن و متنش هم این بود که به این میگن تجارت. بعد از اینکه این گیف منتشر شد افراد مختلف توی تلگرام شروع کردن به ساخت گیف های متنوع‌تر از این سبک که توی ادامه ویدیو چند تایشو میذارم. این سبک از گیفا خیلی کاربرد خاصی ندارن، بیشتر میشه زیر پستایی که مربوط به مثلا کسب و کاره ازشون استفاده کرد. در غیر این صورت خیلی کاربرد زیادی ندارن. مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.